ابزارهای هوش مصنوعی پولیه، مهم نیست. بهت یاد میدم فقط با یه حرکت ساده همشونو دور بزنی. قسمت دوم. تو این ویدیو یه پله بالاتر میریم و بهت یاد میدم که فقط با یه دونه جیمیل خودت چطور بی‌نهایت ایمیل یک بار مصرف بسازی. اگه هم نمیخوای که جیمیل خودت باشه، ویدیوی قسمت اول برای توه. اولین ترفند استفاده از دات یا نقطه بین حروف یوزرنیم جیمیلت هست که فقط کافیه جیمیلت رو داخل این سایت وارد کنی و همه حالتهای ممکنی که میتونی از این روش ایمیل یک بار مصرف بسازی رو تحویل بگیری. هر کدومو خواستی کپی کنی و تمام. دومین ترفند استفاده از پلاس یا به اضافه بعد از یوزرنیم جیمیلت به همراه نوشتن یک حرف، عدد، کلمه یا ترکیبی از این موارد هست. و سومین ترفند استفاده ترکیبی از دو روش قبل با استفاده از دامین گوگل میل به جای دامین جیمیل هست. همه ایمیل های سه ترفندی هم که بهت گفتم به جیمیل اصلیت میاد، پس اصلا نگران این مورد نباش. همچنین همه توضیحات و نکات تکمیلی این سه ترفند همراه با آدرس سایتی که گفتم رو داخل دیسکریپشن کامل برات نوشتم، پس حتما چکش کن. این ویدیو رو هم سیو کن تا اسم سایت رو یادت نره و چنل رو هم ساب کن تا تو قسمت بعدی بهت بگم برای سایت ها و هوش مصنوعی های سختگیری که حتی اجازه ثبت نام با ایمیل هم نمیدن و فقط با حساب گوگلت کار دارن چطور خیلی راحت همشون رو دور بزنی.